تجارت ناکام آریانا سعید در ترکیه و تاوان انگفت آریانا سعید در این کشور. آریانا سعید چرا در ترکیه زندگی می کند؟ وی چرا نمی خواهد در کشوری که تابعیتش را دارد زندگی کند؟ دلیل خسارات انگفت مالی آریانا سعید در ترکیه چی بوده است؟ و قهر آریانا سعید با آسیب که اصلا باورتان نخواهد شد. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی ایام به کامتان باد. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. آریانا سعید، هنرمند خوش صدای افغان، یکی از چهره‌های مشهور در میان هنرمندان افغانستان بوده است. صدا و سیمای آریانا سعید تا ابد در هنر موسیقی افغانستان جاودان خواهد بود. آریانا سعید کارهای هنری فراوانی برای دوستداران و طرفداران صدایش همه ساله برگزار می کند. وی در افغانستان قبل از تغییر رژیم حاکم برندی از لباسهایش را ساخته بود و بیشتر از 30 لک افغانی هزینه کرده بود. ولی از وقت بعد آریانا سعید طالبان روی کار آمد و تمامی دار و ندار آریانا سعید در افغانستان نابود شد. آریانا سعید در کشور ترکیه زندگی می کند، در آنجا خانه بزرگ خرید کرده است. آریانا سعید می خواست در ترکیه دوباره برندی از لباسهایش را باز کند، ولی با خیانت بزرگ ترک ها متقابل شد و خسارات انگفت مالی را آریانا سعید تحمل شد. اکنون بگو مگوهای در صفحات مجازی درس کرده است که آریانا سعید با آسیب خفه می باشد، ولی تاکنون حقیقت این ماجرا به گونه واضح و آشکارا معلوم نیست و به همین دلیل آریانا سعید می خواهد ترکیه را دوباره به مقصد انگلستان ترک کند. من آرزوی موفقیت، سعادت و کامیابی برای این هنرمند افغان از بارگاه عزت الله عزال تمنا دارم. عزیزان و دوستان خوبم، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. اگر تا هنوز عضو کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای عضویت با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید. صحت و سلامتی برای شما نازنینان از بارگاه عزت الله عزال تمنا دارم. تا درودی دیگر همه شما خوبان را به الله منان سپرده موفق و کامیاب باشید.